سلام دوستان، امروز اومدیم آموزش چه وسیله‌ای تا بفرمایید اول بلاک بله بچه ها الان دو تا ریل طلایی گذاشته مثل ریل معمولی یه دونه برانکو میداریم اینطوری میره به مرحله بعدی اسمشون ماتون نداره اسمشون یادم نیست میذاریم سایبانه به خاطر که بارون نخوره بهش چون بارون خودش میمونه هست در اینجا میای تو بلدر هست میداریم بلاش کنشتون همون برای اگه ماینکرافت مثل قدیمی ها اگه این بلاک رو نداشتید میتونید بلاک همینجوری هرشون استفاده کنید. من هر دو استفاده میکنم. شما ببینید فرق هم نداره هر کار استفاده کردید میکنید. بخشی بخشی یادم رفت میریم تار عنکبوت میاریم عنکبوت رو بیاریم اینجاست اینجا آوردیم ستون سپاش اینطوری میبرید اینجا میبرید بچه ها این برای سیستم پلیرها برای مخصوصه برای موبایل پلیرها سیستم پلیرها میتونن ولی سخته براشون اگه توش دقیق برید توی سیستم رو میتونه تحقیق بکنه اگه میخوای باید یه برنامه انجام که باید آموزش بدید اینطوری میتونید در سیستم هم بذارید ماینکرافت خیلی به درد خود حتما بسازیدش میتونه خیلی کمکتون کنه. بچه‌ها پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب دنبال کردن یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.